سلام علیکم بچه. امروز صبح که از خواب بیدار شدم تصمیم گرفتم که براتون یه ولاگ روزانه بگیرم. اومدم کلاس یوگا. بعد از کلاس یوگا باید سری میرفتم باشگاه انقلاب، یه 1-2 ساعت میخواستم شنا کنم. تو مسیر رفتم یه قهوه از لمیز گرفتم. بعد از اینکه شنا کردنم تموم شد از دید مارکت یه دونه سالاد سزار گرفتم. حالا باید بیام خونه شاگردای آنلاینم رو راه بندازم. میخوام توی این ولاگ باهاتون یکم گپ دوستانه داشته باشم. برو بریم. خب بچه ها، من اومدم بعد یه 2 هفته دوری از فضای یوتیوب. امروز اومدم پر انرژی، خوشحال، شاد و شنگول. امروز محتوای ویدیومون یکم متفاوته، ببخشید بچه ها. میخوام یکم باهاتون گپ دوستانه داشته باشم، بعد بگم که داستان چیه. من تقریبا 1-2 هفته پیش به یه چالشی توی محیط کارم برخوردم که باید مسیر کاریمو تغییر میدادم. حالا خلاصه بخوام بگم، باید میومدم دنبال یه لوکیشن جدید میگشتم. بعد بچه ها توی این تایم من اومدم یکم مشورت کردم با دوستا آشنام که ببینم نظر اونا چیه. خلاصه که اطرافیان نظرشون این بود که الان نکن این کارو، وایسای خورده شرایطت بهتر بشه و الان دوباره باید بیای کلی هزینه کنی و کلی چالش‌های سخت مثلا در انتظارته و یکم استراحت کن، مثلا حالا بعد سر فرصت برو سراغش دیگه. خلاصه که الان که اینجا نشستم دارم باتون صحبت میکنم، اینجا اوکی شده، یعنی یه لوکیشن جدید گرفتم و خیلی خوشحالم. و چیزی که میخوام راجبش باتون صحبت کنم همین برمیگرده به عزت نفس. بچه ها این وسط من به این رسیدم که واقعا هیچ کس یعنی حتی پدر مادر آدم نمیدونه که 100% چی برای تو درسته جز خودت، که میتونی تشخیص بدی، میتونی با باور قلبیت به این برسی که آقا من توانایی دارم، من مهارتم زیاده. هیچ کس جز خودت نمیتونه تصمیم نهایی رو بگیره. یعنی تو با برگشتن به درون خودت، با اینکه مهارت هاتو ببینی، با اینکه عزت نفستو بسنجی، استمرارتو بسنجی، مهارتاتو ببینی، میتونی تصمیم درست رو بگیری. اگر خودتون رو باور داشته باشین واقعا توی مسیر خدا بهتون کمک میکنه و میتونین رشد کنین. حالا من در اندازه نیستم که بخوام از این حرفای انگیزشی بزنم بهتون، ولی چیزی که الان میخوام باهاتون راجع به صحبت کنم، من تا این مدت داشتم پادکست های مختلف رو گوش میدادم. حالا پادکست هایی هم که بود، مثلا پادکست دانیال سعادتی با مصاحبهش با آدمای مثلا موفق، مثلا پادکست های اونو گوش میدادم. پادکست ها و لایو های آنوشا رو خیلی نگاه میکنم. توی این مدت داشتم نکته های مختلف مینوشتم و مصاحبه هاشون رو گوش میدادم. به یه چیزی که برخوردم این بود که بچه ها، یه چیز مشترک تو همه آدمای موفق. اولا که اینو بگم که چقدر ما الان خانم موفق داریم، یعنی نصف بیشتر پادکست هایی که گوش میدادم، مصاحبه ها با خانوما بود، یعنی خانمای موفق، فوق العاده موفق، که واقعا باریکلا بهشون، با افتخار. چون با وجود شرایطی که خودتون خیلی خوب میدونین که به خانم‌ها چقدر القا شده که باید توی محیط نازنازی باشن، نمیدونم خیلی شرط کاری رو برخورشون سخت کنن و این داستانا، حالا واردش نشیم. ولی واقعا خانم‌های موفقی داریم که اصلا بی‌نظیرن. من چیزی که بهش برخوردم و توی تقریبا اکثر آدمای موفق یکسان بود این بود که بچه ها، آدم‌های موفق یک پکیج کامل از موفقیتن. یعنی این نیستش که اگر یه آدمی الان ثروتمند شده صرفاً فقط در مسیر اون پوله بوده باشه. نه، یک پکیج کامل از موفقیت برای خودش تشکیل داده. با برنامه ریزی جوری بوده که 7 صبح طرف بیدار شده، از خوابش زده، رفته روتین ورزش رو انجام داده، تمرین کرده، غذاهای غذایی درست میخوره. واقعا تک تک اینا، چه میدونم، داره یه زبان انگلیسی یه زبان دیگه یاد میگیره، روی مهارتش، روی توانایی خودش که حالا تو فیلد کاریشه کاری ندارم، روی اون داره کار میکنه. در کنار این که داره تمرکز میکنه روی کارش و روی اون پول سازیش، داره روی توسعه فرجش هم کار میکنه، داره روی این کار میکنه که آقا دانشش رو زیاد کنه، آگاهیش رو زیاد کنه، روتینش رو حفظ کنه تا بشه یک پکیج از یک آدم موفق.
و خیلی خوشحالم از این قضیه که من تقریبا بیشترش رو رعایت میکنم. من تو همین مدتم که شرایطم اینجوری بودش که گرفتار بودم و خیلی از نظر تایم آزادی نداشتم، ولی تقریبا میتونم بگم که هیچ روزی نبود که من بگم اوکی حالا من کار دارم میرم الان دنبال این کاره، بیام امروز نرم کلاس یوگا، امروز ورزش خودم رو انجام ندم، امروز تنیسمو نرم، امروز چه میدونم کلاس زبانمو نرم. نه، همه رو انجام دادم. یعنی با وجود گرفتاری که داشتم تک تکش رو سر وقت رفتم و انجام دادم و خیلی از این قضیه خوشحالم. چیزی که مهمه اینه که بچه ها این چیزا دست کم نگیرینشون. این چیزا خیلی رو عزت نفس آدم تاثیر داره. شما وقتی مهارت رو میبری بالا، انتخاب های درست میکنی، روی عزت نفستون خیلی تاثیر داره و در نهایت اون عزت نفسه میتونه به جسارت این رو بده که شما یک آدم موفق بشی و بری سمت هدفاتو دونه دونه تیکشون بزنی. این که حالا من الان اومدم اینجا دارم این صحبت رو میکنم، جدای از اینکه این خیلی تو این پادکست ها واسه من جذاب بوده خواستم بهتون بگم، این هم یکی از دلایلی بود که خواستم باهاتون یه گپ دوستانه بزنم. بچه‌ها یه وقتایی هستش که من مراجعه دارم و طرف میاد پیشم میگه من مثلا 40 سالمه و تا حالا ورزش نکردم. شکیلا جون، خب مگه میشه؟ چطوری ممکنه؟ یعنی توی این مدت به این فکر نکردی که ورزش باعث سلامتیت میشه که هیچ، استایلتو درست میکنه که هیچ، هورمونای خوب تو بدن ترشح؟ چطوری ممکنه؟ یعنی اگه واقعا داری الان این پادکست رو گوش میدی و من انقدر رو تاثیر دارم، امیدوارم که فردا که بلند میشی یک برنامه‌ریزی کلی برای رشد خودت داشته باشی، یک روتین منظم. ورزش بچه ها واقعا مهمه، جدیش بگیرید. وقتی که حالتون بده برید ورزش کنید، وقتی که تحت هر شرایطی سعی کنید که این روتینا رو نگه دارین تا وقتی که یک آدم موفق توی حوزه کار خودتون میشین یک پکیج کامل داشته باشین، یک پکیجی باشین که آدم ها از معاشرت باتون لذت ببرن و حرفی برای گفتن داشته باشین. پادکست های دنیا سعادت رو، مصاحبه‌اش رو ببینین حتما. خیلی دوستتون دارم. یه جمله که توی این ویدیوها بود و من میدیدم این بود که ما آدم ها با انتخاب هامون میتونیم قصه زندگیمون رو بنویسیم. پس خوب و بد این قصه دست خودمونه. امیدوارم که روز به روز موفق تر ببینمتون. خوشم که کنارمین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. این اینستاگرام هم لطفا فالو کنین، کنارم باشین. ویدیوهای جذاب تری براتون قول میدم که بذارم به زودی. خیلی دوستتون دارم، بهتون انرژی خوب میدم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. بای بای.